عزیزم بیا پایین یه 2 ساعت منتظر. الان میام. باش. علی امیرم بچه محل قدیمیتون. امیر چطوری؟ یادت ما ته کوچه بودیم، شما کجا بودین؟ ما سرش بودیم. آخ علی من یه تشکر بزرگ به تو بدهکارم. چرا؟ تو منو نجات دادی از دست اون دختر آکله. یادته میگفت بابام کارخونه داره، سرمایه داره، تو دستش رو کردی در بساط نداشتن. آخه یادته میگفتی از سر کوچه تا ته کوچه با همه این ریلیشنشیپ داشت. این ریلیشنشیپش بالا بود. آره تو منو نجات دادی. یادته میگفتی طلسم گرفته واسه طلسمو تو باطل کردی. من ممنونم ازت. بیا یه بغل بهم. کاری نکردم که قربونت داشتم. عزیزم بریم. یه همون دختر است که این هم پسر امیر نیست میگفتی دیوونه است گاز میگیره؟ چرا عزیزم نمیدونم چجوری آدرس اینجا رو پیدا کرده. برو تو ماشین سریع بشین تا گاز نگیر. برو. من گرفتمش که تو نگیری دیگه. رفاقت یعنی فکر کنم با دعانویس واسه منم دعا گرفت. عزیزم بیا دیگه، بچه‌ها مهد کودک منتظرن. بچه هم دارین ها؟ نه اینکه زیاد بخوام، من یه بار اراده کردم ولی نتیجه سقولو شد. الان باید بریم بچه‌ها رو از مهد کودک بیاریم. دیر شده ببخشید دوست دارم خیلی زیاد باید چادر نماز گل گلی پشت بومای کاگلی ای لاشی اون فواره ها اون باغ و اون پروانه ها